سلام به یک دوستای عزیز گرامی، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و البته متفاوت. توی این ویدیو میخوام درباره یک بازی صحبت کنم که احتمالاً از روی تامنیل تا الان فهمیدید، درباره بازی پابجی موبایل. ولی خب نمیخوام گیم پلی ازش بذارم چون اصلا موضوع کار من گیم پلی اینا نیستش. احتمالاً تا الان فهمیدید که بازی‌های معروف، کمپانی‌ها، شرکت‌ها، فیلم‌های معروف همشون با ایلومیناتی قراردادی دارن، چون بالا بردن ویدیو، بازی، نمیدونم اینجور چیزا به این راحتی نیستش و کسایی که با ایلومیناتی قرارداد می‌بندن خیلی راحت نمیدونم کمپانیشون و ویدیوشون و بازیشون رو میبرن بالا. و خب بازی پابجی موبایل یا کال آف دیوتی، فورتنایت، فری فایر اینا بازیایی که تو کل جهان دارن بازی میشن و خب خیلی معروفن. ولی امروز ما فقط با پابجی موبایل کار داریم. اگه ببینم استقبال این ویدیو زیاده، درباره کال آف دیوتی و حالا بقیه بازی‌ها میذارم براتون. تو این ویدیو میخوام یه سری از علامت‌های ایلومیناتی که توی بازی پابجی موبایل به ما نشون داده شده رو بهتون بگم. حالا علامت‌های ایلومیناتی خیلی چیز هستش، مثل اون مثلث این شکلیه، هرمه در واقع، من میگم مثلث. یا مثلا اون یه دونه بز شاخدار بود توی یک دایره خیلی عجیب غریب بود، یا مثلا یه ستاره بود، یا مثلا این علامت این دسته. حالا کاری نداریم، این علامت‌های ایلومیناتی خودش کلا بحث جدا داره. و خب لوکیشن دقیق اینا رو تو مپ بهتون میگم که اگه پابجی باز بودید میتونید برید اونا رو ببینید. و حالا جدا از همه اینا که علامت‌های فراماسونی اینا داره، یه بی احترامی هم به دین اسلام کرده پابجی موبایل که تو ویدیو بهتون میگم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما چنل من از این زیر سابسکرایب بکنید، یه لایک بندازین پای این ویدیو. نظری چیزی هم دارید توی بخش کامنت ها واسم بنویسید. تا این نظری ندید کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره. حرف اضافه بسته، بریم سراغ ویدیو. اول اینجایی که علامت‌های ایلومیناتی خیلی به ما نشون داده شده توی بخش اسکول، نزدیکای اسکوله که روی یکی از درخت‌ها، لوکیشن دقیقش اگه بخواید رو مپ اینجا هستش، میتونید برید ببینید. روی یکی از درخت‌ها علامت بز شاخدار به صورت کاملا واضح نشون داده شده و خب این خیلی واضحه. واقعا فکر نمی‌کنم ادیت یا فتوشاپ باشه. اگه فکر می‌کنید این ادیت یا فتوشاپه، یه دونه درخت دیگه هم سمت همون اسکول هستش، لوکیشن دقیقش هم رو مپ هست که اونجا هم باز یه بز شاخدار هست. کلا رو درخت‌ها من دقت کردم بز شاخدار زیاده. مکان بعدی که علامت‌های ایلومیناتی به ما نشون داده شده توی مپ لیویکه که اگه دقت کرده باشید یه درخت‌ها خیلی بزرگ و یوغوری داره که یه خط قرمز هم روش داره و اگه به اون خط قرمزه خیلی خوب دقت کنید که شبیه هم بز شاخداره هم شبیه تک چشمه که جفتش هم علامت‌های ایلومیناتیه. اگه فکر می‌کنید اینم اتفاقیه، بریم اینو بهتون نشون بدم. توی تی دی ام اگه رفته باشید روی سقف اون سوله بزرگا، نمیدونم اسمش چیه، از بالا اگه نگاه کرده باشید می‌بینید که علامت بز شاخدار اونجا هستش که عکس خود بز شاخدار هم بغلش واسهتون گذاشتم. حالا ما میگیم اینم بر حسب تصادف بوده. اگه یکم به همون بز شاخدار نزدیک بشیم می‌بینیم که چند تا بز شاخدار تو چند تا شکل مختلف اونجا به صورت کاملا واضح نشون داده شده. بچه اینا رو من از خودم در نیاوردم، میتونید خودتون برید چک کنید اگه پابجی بازی. خب مکان بعدی من اینو خودم پیدا کردم، راستش بخواید اینو دیدم خودم توی پابجی و افتادم دنبال این موضوع که یه ویدیو ازش بگیرم. اگه دقت کرده باشید توی مپ لیوی که سری کلبه که نمیشه گفت، سری خونه‌های کوچولو داره که اگه بالاش فرود اومده باشید میبینید که علامت‌های ایلومیناتی اون بالا زیاده. خب یکی دوتا هم نیستش، فقط رو بقیه خونه‌ها اگه برید احتمال دارم این چیزی پیدا کنید. من که نرفتم، ندیدم، نخوندم، نشنیدم، ولی شما میتونید برید ببینید، امتحان کنید. حتما نتیجه‌شو توی بخش کامنت ها واسم بنویسید. خب جای بعدی که میخوام بهتون نشون بدم، فکر میکنم به صورت اتفاقی اینجوری شده، نمیدونم، حالا بازم قضاوت با خودتون. یه سری ماشینا هستش که توی بازی اصلا تکون نمیخوره و علامت بز شاخدار با یه سری بالهای عجیب غریب اونجا هستش. میگم که من فکر میکنم اتفاقی اینجوری شده. خب مکان بعدی یه سری خونه‌های دو طبقه هستش که تو هم لیویک هست هم تو ارنانگل که یه مبلی تو طبقه اولش هست و اگه بشینید و به اون مبل از نزدیک نگاه بکنید میبینید که یک سری نقشه نگارایی روش هست که خیلی شبیه به علامت‌های ایلومیناتیه. و اما آخرین جا که گفتم به دین اسلامم بی احترامی میکنه، چون مال سیزنهای قبل بوده و خب خیلی شاکی شدن از این موضوع و پابجی رو کلا ورداشته. کسایی که قدیمی باشن توی پابجی میدونن که یک سیزنی اومد که میتونستید یه سری مجسمه‌ها رو بپرستید و در ازاش اسکین و گان و اینجور چیزا بگیرید و اون مجسمه‌ای که میپرستیدیم، حالا اگه خیلی ریزبینانه بهش بخوایم نگاه کنیم، علامت بز شاخدار رو نمیدونم ستاره اینجور چیزا توش پیدا میشه، ولی اصل کاری اون مجسمه بزرگ است که توی مپ بود. اگه به چیزی که توی دستای اون مجسمه است دقت کنید میبینید که
چیز خاصی اولش نمیبینید، ولی اگه اون مجسمه رو برعکس کنید میبینید که کعبه است. و یک سری باکس ها توی اون مپ بود توی اون سیزن که اونم خیلی شبیه کعبه بود و خب خیلی ها صداشون در اومد که به دین اسلام دارن بی احترام کنن، چون اکثر پلیرهای پابجی مسلمونن، یا ایرانیان یا عراقیان یا عربی، که خب خیلی صداشون در اومد و پابجی مجبور شد این رو ورد. به نظر شما چی؟ به نظر شما اینا به صورت اتفاقی توی باز قرار گرفته شده یا نه واقعا یه چیزی پشتشه؟ اگر ویدیو خوشتون اومد حتما از پایین لایکش کنید، چنل منو سابسکرایب بکنید، نظری چیزی هم دارید توی بخش کامنت ها بنویسید، اگه نظری هم ندارید یه کامنت انگلیسی بذارید. تو فیلمای بعدی میبینمتون، فعلا پیس.